بله، خیلی ممنونم که این خلاصه جمع و جور برنامه هفته گذشته رو که در محضر آقای نصوری عزیز بودیم تماشا کردین. با افتخار توی این برنامه محضرشون هستیم. با اجازه شما سلام و خیر مقدم عرض بکنم خدمتشون. آقا سلام، خیلی خوش آمدید. خوشحالم از زیارت مجدد. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای قوامی و همه بیننده های فریختتون. انشالله که بتونیم با عرایض و مطالبی که اینجا عرض میکنیم پیرامون حضرت حجت اثرگذار باشیم در امر فرج و انشالله جز منتظرین امام زمان علیه السلام باشیم. الهی آمین. به دعای شما و راهنمودهای شما و مثل شما انشاءالله. خب ما همونطور که مردم هم ملاحظه کردن انشالله در جریان بحث قرار گرفتن، مفهوم کلی انتظار رو از شما یاد گرفتیم جلسه گذشته و اینکه فرمودید انتظار دو شکل هست، انتظار عام و انتظار خاص و اینها رو تبیین کردین. اگر نکته باقی مونده از بحث هفته گذشته بفرمایید، اگه نه بریم سراغ موضوع جدید. فکر می‌کنم بحث امید جاش خالی بود هفته گذشته. بله، نکته خوبی یکی از کلیدواژه‌هایی است که حضرت آقا چند بار تأکید کردن در فرمایشاتشون. واقعا همینطوره. یعنی بعضیا میگن خب این کارو که انجام بدیم چه اتفاق میگه؟ نتیجهشو خواهید دید. یعنی تمام تلاش به خصوص منتظرین ذوق و شوق به ظهور هر وقت میخوان پیدا بکنن، چون واقعا کار سختیه. یعنی انسان تو این دنیای ببینید الان 20 میلیون هم نمیشن صهیونیستا و یهودیا در دنیا، دارن به میلیاردها آدم در دنیا آزار و اذیت میکنن. دیدید در غزه چقدر عزیزان مسلمان رو اونجا به طرز بسیار بدی تازه طلبکار هم هستن. لذا این سخت برای انسان منتظر بگه تو این فضا ما این تلاش رو میکنیم نتیجه‌ای داره یا نداره. لذا جالبه که توییت میزنن بعد میگن خودشون رو جبهه نور و حق و اینا معرفی میکنن و هر کی که بر علیه اوناست جبهه تاریکی میگن منجی ما در حال ظهور کردن، بیایید به ما بپیوندید و فلان. از افکار آره اینا متاسفانه قرائت‌های مختلفی است که بعضی موقع‌ها به بهانه‌های هم این کارا دنبال میکنن که اون فضای اسلام هراسی رو و به خصوص الان با جسارت تمام، مثلا حتی یکی از علائم ظهور حضرت مسیح رو میگن ظهور دجاله، بعد دجال رو میگن امام مهدی شیعیان آخرین پادشاهشون، اینا آنتی کرایست. بله اینا خب خیلی اینا نشون دهنده اینه که این نگاه این چنینی انسان میتونه اونا رو به غیظ در بیاره. موتو به غیظکم، یعنی کاملا اینجا نشون داده میشه. ولی خب متاسفانه بعضی از همین کشورهای اسلامی به جای اینکه کمک کنن مسلمانان رو دارن کمک میکنن به جبهه باطل و طاغوت. البته مردمشون خیلی اینجوری دولت‌ها متاسفانه. بله متاسفانه. یعنی دیگرانی هم که میان کمک بکنن دولت‌ها نمیذارن. حالا تو اگه کمکی نمی‌کنی حداقل جلوی کمک دیگران رو نگیر. همینطوره. لذا این نکن این در این جامعه تشنگی به منجی زیاده. بله. به خصوص الان دوران فعلی که خب تو بین مسلمونا تنها لقب مشترکی که همه مسلمونا اتفاق دارن که منجی هست کلمه مهدی است. یعنی مهدی، حالا ما شیعیان القاب زیادی رو بر اساس روایات و ادعیه نسبت به امام زمان داریم، ولی مهدی دیگه کلمه مشترکه. حتی میگن اگر از عمر دنیا یه روز باقی بمونه لطول الله، خدا روز طولانی میگه تو حتما مهدی بیاد. و این من آل محمد بودنش اتفاق نظر هست، فقط تفاوت ظاهرا. بله اصلا دای المهدی من اطرتی من ولد فاطمه. لذا این امید میده به انسان که کسی میاد جهان رو پر از عدل و داد میکنه و بر اساس او انسان میتواند به اون قله عبودیت و بندگی برسه. حالا اینه که ما باوره که خودمون داریم، ما جامعه شیعه هستیم، ما اعتقاد داریم در بین همه منجی ها منجی ما زنده هست، در بین ما زندگی میکنه، او داره از ما دفع بلا میکنه، به ما توجه داره، در حق ما دعا میکنه، ما عنایات و لطفشو داریم میبینیم. دقت کردید؟ این نگاه انسان امید میده که بابا این امام مثل خورشید پشت ابره، من باید یه کاری کنم. خود پیامبر فرمودن این جمله رو دیگه. یعنی من باید یه کاری کنم که او پشت خورشید پشت ابر کارشو میکنه. لذا من باید مثلا میگه رو خورشید باشید، از نفع و نور او و تمام امکاناتی که در اختیار میتونی استفاده کنی. طرف میگه ما خونمو پشت انجام میدم، خب برو، تو استفاده نمیخوای بکنی. ولی انسان منتظر قطعا میخواد این اتفاق بیفته براش. لذا به چند مدل یقین انسان منتظر باید برسه که اگه واقعا میخواد امیدوار باشه به بحث ظهور، یک یقین به غیبت امام بکنه، یعنی یقین کنه امام غائبه، یقین به ظهور هم داشته باشه، یقین به نقش آفرینی هم داشته باشه،
یقین به نزدیک دانستن ظهورم باشه. یعنی این خیلی کمک میکنه به انسان. امید آفرین همین. امید داره. یعنی من تلاش میکنم بلکه انشالله امر فرج اتفاق بیفته. نیفتادم هیچ ضرری هم ندارم. این روایتی بود امام صادق میگه لو ادرکته لخدمت فی ایام حیاتی، چون اون جامعه فینال اونجا. همه دوست دارن بازی‌های فینال رو ببینن، همه دوست دارن اونجا قله رو ببینن. اونجا دیدن برکاتی داره، زحماتی داره، به دست میاد ولی به سختی. لذا میگن چیزی جز علق و عرق نیست، ولی امید به اونجا داشته باشید، تلاش بکنید که اونجا اتفاق بیفته. درست. اینها همون تقریبا بنمایه‌هایی است که یک انسان منتظر باید داشته باشه و تلاش کنه که خودشو برسونه به اونجا. لذا وقتی که میگیم عمل جهاد برترین اعمال یک کاری هست، یعنی واقعا تکاپو و کوشش، اونم تکاپو و کوشش خوب. درست. اونم اینجور نباشه که فقط اصبروا و صابروا و رابطوا. یعنی داره کد میده این آیه 200 سوره آل عمران. یعنی یک، خودتو بساز، وظیفه فردی تو انجام بده. دو، در برابر دشمنا هم خودتو باید تلاش کنی. یعنی فقط وظیفه فردی نیست، وظیفه اجتماعی هم دارید شما. یعنی اگه دیدید در عالم مظلومی هست، ازش دفاع کن. تفکرتو تفکر جهانی بکن. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. خدا رحمت کنه آقای قوامی حاج قاسم سلیمانی رو. آخه این که حضرت آقا فرمود مکتب سلیمانی، من واقعا یکی از مصداق‌هایی که اینو به عنوان مکتب و الگوی امروزی برای انسان معرفی میشه ایشونه. هیچ وقت نمیگه حزب من، باند من، جناح من، ابدا. یعنی نگاهش کاملا جهانی بود. لذا این نگاه به انسان جهت میده، به انسان امید میده که بتونه حرکتی رو به رشد، رو به جلو داشته باشه و قانع نشه به وضع موجود. اصلا انتظار یعنی اعتراض به وضع موجود. یعنی من منتظر وضع موجود و بدون حضور امام قبول ندارم. بچه که تو خونه اعتراض داره چیکار میکنه؟ لجبازی میکنه، گریه میکنه، اعتراض میکنه، بالاخره تلاش میکنه که اون چیزی که میخواد به دست بیاره. من منتظر وقتی که اعتراض دارم وضع موجودو، اعتراضمو باید نشون بدم. درسته. این دعای ندبه همش عینه هست، همه اعتراضه. این ندبه این نیست که من بشینم گریه و زاری کنم. یعنی ندبه دارم استغاثه ای میکنم نسبت به امام زمان علیه السلام. میگم بابا چرا نمیایی؟ من که آماده‌ام، من که دارم جامعه رو آماده میکنم، من که دارم مهیا میکنم. ببینید لذا اینجاست همه‌گیر باید باشه. لذا یکی از شرایط برای ظهور امام زمان، جدای از این که باید انسان با معیارهای قرآن و اطرت حرکت کنه، زیر پرچم ولایت حرکت بکنه، دو تاش خیلی مهمه. یکی یار میخواد، خب اینو باید تربیت کرد، کار کنیم دیگه با ویژگی هایی که یاران حضرت میخواد. یکی دیگه چیه؟ میگه آمادگی عمومی. آمادگی عمومی رو باید همه باید جز دغدغه های ذهنی ما باشه. لذا باید اون روحیه انتظار و امید به آینده رو در جامعه زنده کنیم، احیا کنیم، درگیر این کار بشیم. بازم خاص و عام شد به نظرم. یعنی یه آمادگی خاص در تراز یاریگری امام زمان، بازوهای در واقع امام زمان باید تربیت بشن. که اون روایت هست که میگه یا تعداد اهل بدر باشن امام زمان ظهور میکنه برای یاریگری. فکر کنم اونا دیگه در تراز خیلی بالا هستن و خب عموم مردم، شیعیان در حداقل، که آمادگی کسب بکنن برای اینکه اتفاق انشالله رخ بده. خب تا الان خیلی کاربردی، خدا خیرتون بده، ما شنیدیم مفهوم انتظار و مباحث این شکلی رو تا به این لحظه. دلم میخواد اگه صلاح بدونید یه قدری کاربردی مثل گذشته راهکارهایی رو ارائه بدید به ما برای اینکه ما جزو این منتظران شایسته امام زمان باشیم. منتها به نظرم خوبه حالا که میخواد بحث اینجا عوض بشه یه فاصله بگیریم، یه عرض ادبی داشته باشیم، سلامی داشته باشیم محضر صاحب تک تک دقیقه ها و ثانیه ها اون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، حالمونم بهتر بشه، با توسل به محضرشون برگردیم و ادامه بدیم. با اجازه شما بسم الله. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. سلام خدا به وجود نازنین حضرت خاتم الاوصیا مهدی موعود ارواحنا له الفدا. خیلی سفارش شدیم ما از بزرگان آجامتمند، تایید می‌فرمایید. خیلی خوب، اصلا طعم و رنگ زندگی رو عوض میکنه. کسانی که تجربه کردن میگن صبحتون شروع میکنین روزتون رو با سلام به امام زمانتون باشه و شب که میخواید بخوابید به یاد امام زمان باشه. خیلی این ابتدا و انتهای شب و روز خیلی نورانی میشه و در طی این زمان هم همینطور. خب ما در خدمت شما هستیم.
این تو جامعه هر وقت اون تشنگی ایجاد بشه توجه به حضرت زیاد میشه. اصلا جزء یه نشانه هم ظاهرا همین هست. قبل از ظهور امام زمان یه نام امام زمان توجه بهشون زیاد. مثلا شما ببینید همین کرونا که این ویروس منحوس که اومده بود، مثلا مردم خیلی شاید با صحیفه سجادی آشنا نبودن. با این توسعه حضرت آقا صحیفه سجادی مقداری چیز شده. یا مثلا دعای الهی عظم البلا رو خیلی زیاد فرهنگ شده بود. همین عزیزان ما در رسانه شبکه‌های متعدد یه تایم خاصی رو انجام میدادن. اون همون تلاشی است که انسان باید انجام بده که این یه فرهنگ عمومی بشه در یک جامعه. اصلا بین زیاد شدن بحران‌ها قبل از ظهور امام زمان و از این طرف متوجه شدن عقل‌ها و قلب‌ها به امام زمان این ارتباط هستش. بله. اما راهکاری که اشاره فرمودید واقعیتش، حالا من راهکار رو تو 4 حوزه در نظر گرفتم. البته کلام بنده نیست، بیشتر از کلام معصوم و اون منظومه فکری اهل بیت ما استفاده کردیم. انشالله خودمون هم عامل به این باشیم و اثرگذار باشیم نسبت به این قضایا. من تو یکی از برنامه‌های شما در ایام ماه صفر گفته بودم مردم چرا عاشق امام شهیدن، عاشق امام حی نشدن؟ گفتم به خاطر کمکاری‌های ماست. ما اگه نسبت به امام شهید مردم عاشق شدن، نزورات و موقوفات و وجوهات میدن، چون کار کردیم، نسبت به امام حی کار نکردیم. این برنامه که پخش شده بود یک خانمی تماس گرفته بود، گفت من یه ملکی دارم، اینو میخوام اگر اتفاق بیفته اینو برای امام حی خودم این کار انجام بده. بله، من به تهیه کنندم عرض کردم و هنوزم دنبال هست که انشالله این امر شکل بگیره برای ولی خدا و حجت خدا. لذا بعضی موقع ها نمیدونیم، یعنی این برای خودمونم داریم عرض میکنیم که از این رسانه واقعا این نیت خالصی که شما و همکارانتون دارید انشالله بتونیم اثرگذار باشیم در یک جامعه. لذا این کلامی که راهکارهایی که میگیم شاید بنده خودم عاجز و ناقص باشم در عمل، ولی واقعیتش اینا کلام رو اگه همه ما انجام بدیم یه فرهنگ عمومی بشه در جامعه. حاج آقا قرائتی خدا صحت و سلامتی بهشون بده و طول عمر بده، میگم ما هنوز مزه و لذت شیرینی قرآن رو نچشیدیم. اگه اینها رو بچشیم تو جامعه، طرف عاشق قرآن میشه، عاشق خدا میشه، عاشق دین میشه. این باید کار کرد و تلاش کرد نسبت به این قضیه. به نظرم کار کردن برای امام زمان مصداق تام و تمام این، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. شما وقتی برای امام زمان داری کار میکنی برای همه معصومین، پیامبر، برای حضرت زهرا، برای امام حسین داری کار میکنی. همینطوره. بله، چون همه برای اون واحد. بله. لذا من 4 راهکار رو در نظر گرفتم. اینا رو حالا چه بخش الان در بخشای آینده که اگه توفیق باشه خدمت شما باشیم ان شاءالله عرض خواهم باشیم ما خدمت شما. در بخش اول راهکار واقعا اینه که ما آقای قوامی عزیز جان ما در حوزه اعتقادی و بینشی باید کار بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما تمسک به قرآن و اطرت رو باید جدی بگیریم. من تو این اغتشاشات اخیر شبهات و اینا رو که بررسی می کردم دیدم بالاترین رنج اون شبهات در مسائل کلامی و اعتقادی است. یه مقدار بیشتر توضیح بدیم. یعنی اکثر این نسل که امروز ما هست تو مباحث اعتقادی سوالات و شبهاتشون پاسخ داده نشده. مثلا هنوز باور به خدا پیدا نکرده، باور به امام زمان پیدا نکرده. هنوز اون دستورات و برنامه‌هایی که ما در نظام‌های آموزشی به این بچه داریم یاد میدیم بر اساس اسناد بالا دستی ما قرآن و کلام اهل بیت باشه، اینو باید نوفهمی و زیبافهمی کنیم. یه اشکالی پس این وسط هست دیگه، یعنی بچه تعلیم میبینه ولی باور نمیشه، تبدیل به اعتقاد نمیشه. یعنی باید کاربرد، یعنی باید اینو بره تو منزل خودش ببینه، نه اینکه بنده در محیط آموزشی خودم به این بچه آموزشی بدم تناقضش رو در منزل بره ببینه. بعد بگه تو در برابر خدا باید شکرگزار باشی. این خدا رو باور کرده که در برابر او شکرگزار باشه. حالا باور که کرده، شکرگزاری او با چه ابزاری است؟ میگه نماز. حالا بچه تو خونه صبح بخواد مادره یا پدره برای نماز صداش بزنه، یکی برمیگرده میگه که ولش کن، حالا بعدن غذاشو میخونه دیگه. یکی میگه که حالا ما خوندیم به کجا گرفتیم. بچه تضاد میبینه اینها رو. لذا اگر ما در حوزه اعتقادی بتونیم تمسک به قرآن و اطرت، اون بینش رو ارتقا بدیم،
یعنی طرف حس کنه که با دستورات و برنامه‌های قرآن و اطرت که سفارش پیامبره، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، یعنی اینها به عنوان نقشه راه ما هستن و ما باید بریم سراغش. ها واقعا الان من انسان منتظر چقدر به دستورات قرآن آشنا هستم، چقدر با قرآن انس دارم، چقدر تدبر و تفکر به قرآن دارم انجام میدم. خب مگه الان شما یه جایی برید، طرف میخواد وکیل دفاع کنه از یه کسی، میگه بر اساس این قانون اینشون مثلا گناهکار نیست، کاری میکنه که حکم براش میگیره اینو آزادش کنه، دفاع میکنه ازش. بنده اگه میخوام دفاع بکنم بر اساس اسناد بالا دستی خودم، کلام قرآن، کلام خدا در قرآن و کلام اهل بیت، اینا در بین ما هست. اصلا یکی از مسائلی که ما انسان‌های منتظر بعضی موقع‌ها خلاف جهت عمل می‌کنیم، چون هنوز اون مدل رفتاری نسبت به دستورات قرآن رو عملیاتی نکردیم. اصلا این روایت امام سجاد خیلی زیباست که ابا خالد در زمان غیبت میگه مردم چگونه به اینجا میرسن، افضل و اهل کل زمان، جز بهترین مردم کل زمان میشن، القائلون به امامته و المنتظرون لظهوره، این دوتا اینا رو به اینجا میرسونه. خب چجوری میشه در زمان غیبت به اینجا برسن؟ یه عده در زمان حضور امام نرسیدن، امامو میدیدن اما شاید در مقابل امام میایستادن، که امام سجاد علیه السلام میگه به خاطر اینکه لأن الله تعالی ذکرهم اعطاهم من العقول والافهام والمعرفت، خدا به اینها عطا میکنه. یعنی چی؟ یعنی بعضی از مسائل اعتقادی اکتسابی نیست که خودت بری سراغش، اعطایی از طرف خداست. خب بنده هنوز به کلام خدا دل نبستم، عمل نمی کنم، چه توقعی دارم که خدا به من عطا کنه عقل و فهم و معرفت درست رو؟ یعنی در گام اول و در حوزه اعتقادی بینش خودم رو باید در مسیر اعتقادات خودم رو مزین کنم به دستورات قرآن و اطرت. واقعا الان باید در تمام برنامه‌های زندگی خودمون با قرآن، با کلام اهل بیت آشنا بشیم. مثلا بعضی موقع می‌بینیم میخوان کار بکنن ها، دستشون هم درد نکنه، فرهنگ سازی میخوان بکنن، دستشون درد نکنه، ولی مستند به کلام کیه؟ به کلام اهل بیت شده؟ یا مثلا بعضی موقع دعاها میخوام بخونن، کتاب‌های از حالا نمیخوام نام ببرم، میگه این ذکرها رو بگید این برکات رو بر شما میبره. بعد میگه خب اینا رو کی گفته؟ تو کلام اهل بیت، تو قرآن دعاهای زیادی داریم، از کلام خداست، از کلام اهل بیت. نمیدونه، تشنه، نمیدونه لیوانشو زیر کدوم آب سرد کن بگیر که آب گواراست که او رو رفع تشنگی بکنه. لذا این در حوزه اعتقادی باید نکته دوم التزام عملی به تقوا و ورع داشته باشه. اینجور نباشه که بگن تقوا رو رعایت بکنید. هر هفته ائمه جمعه بزرگوار به مردم میگم عبادت، تقوا توصیه میکنن. خب این توصیه گفتن فقط تو تریبون که نیست، اینو به کیا دارن میگن؟ به مسئول داره میگه، به افرادی که در جامعه دارن کار میکنن داره میگه. یعنی باید التزام عملی داشته باشیم. تقوا یعنی پرهیز از گناه. اگه ما جامعه منتظر هستیم در حوزه اعتقادی، باید روز به روز گناه رو کم بکنیم نه اضافه بکنیم. اون کلیدواژه‌ای که حضرت آقا در بیانیه گام دوم اشاره کردن که من به عنوان قله بیانیه گام دوم میدونم، آمادگی برای ظهور و تمدن سازی. خب این تمدن سازی یعنی چی؟ یعنی تبدیل فرهنگ ابتذال امروزی دنیا به فرهنگ انتظار. خب مهمترین مؤلفه فرهنگ ابتذال چیه؟ آتئیسمی، ضد خدایی است. اصلا میخواد خدا دور بکنه. فرهنگ انتظار مؤلفش چیه؟ توحید محوری است. معیار برای توحید محوری چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا داشته باشید. تقوا، پرهیز از گناه داشته باشید. بعضیا دیگه شورشو خیلی در آوردن، گناه که میکنه ها توجیه به گناه میکنه. خب اینا قطعا خطاشون بیشتره. وقتی آدم یه کاری رو نمیتونه ازش دوری کنه، مجبورشون رو توجیهش کنه دیگه. مثلا دروغ میگه چرا؟ میگه شوخی کردم، یا مثلا میگه الان یه خالی بندی بوده دیگه. غیبت میکنه، میگه خب چرا غیبت میکنی؟ میگه تو روش هم میگم. بعد میگه چون همه میدونن اشکال نداره، یه تهمت هم میزنه. یا مثلا نسبت به بعضی از مسائل حالا رشوه میگیره، میگه چرا اینه؟ میگه هدیه است. توجیه نکنید اینها رو، اینا فرهنگ بدی است. اینا فرهنگ بد یعنی در مسیر تقوا نیست.
اینجا نمیشه این فرد و این جامعه رو گفت انسان منتظر. من دارم ظلم میکنم، با پارتی بازی میام سر کار، با پارتی بازی دیگران، با تهدید دیگران سر کار میارم. خب این کجا با تقوا سازگاری داره؟ راست میگین، هر کاری که میکنیم و اشتباه یه جوری توجیهش میکنیم بالاخره. یا مثلا قانون گریزی در جامعه، اینا خلاف شرعه، از چرا قرمز رد بشه، خلاف شرعه. خب تقوا انسان قانون مدار میکنه، یعنی مثلا بعضی از هستن قانون داره دنبال 10 تا قانون دیگه میگرده که قانون گریزیشو انجام بده قانونی. خب اینا خیلی خطرناکه برای اون جامعه. این جامعه رو نمیشه گفت جامعه منتظر. جامعه منتظری که التزام عملی به تقوا داشته باشد، به ورع داشته باشد. عرض کردم ورع یه پله بالاتر از تقواست. یعنی تقوا فرد خودش رو باید مسئول کنه به سمت گناه نره. ورع یعنی در جامعه ایجاد گناه نشود و جامعه بر مسیر قرار بگیره که از گناه بدش بیاد. یعنی بعضی موقع مثلا طرف ناخواسته برای کسب و کاره میاد ابزار آلاتی میفروشد که این ابزار آلات خودش زمینه فساد رو برای آدم‌ها ایجاد میکنه. حالا چه تو فضای حقیقی چه در فضاهای مجازی. کار کسب و کار مجازی خودش یه تقوای خاص خودشون میخواد. یا نه در از بین بردن و کنار زدن رقبای سیاسی خودمون حاضریم هر گونه تهمت و دروغی رو بگیم. خب جامعه که منتظر امام زمانه در بعد اعتقادی و بینشی التزام عملی به تقوا باید داشته باشه. این تقوای سیاسی است. بعضی موقع ها میبینید مثلا خدا رحمت کنه مرحوم های دولابی رو، میگم یه کسی رو بخوایم تایید کنیم یا رد کنیم، میگم راحت نگاه به ظاهرش کن، ببین یه مقدار تقریبا بس، اینقدر تجسس نکن. تو یه خاکی که یه باغچه کوچیکی که بگردی بالاخره یه کرمی پیدا میکنیم. ما باید اون نقطه بخش پر لیوان رو ببینیم. اگه بخش خالی خطایی کرد، اشتباهی کرده، اینا رو ما اصلاح بکنیم، حذف نکنیم. لذا اینجا تعبیر که حضرت آقا داشتن یه بار جذب حد اکثری، اینه که مثلا اون یکی نمیدونم حجابش اینجوری نباشه، اون یکی نمیدونم فامیلش اینجوری نباشه، اون یکی نسل دهمش اینجور بوده این نباشه و همه رو کنار بزنیم. چی؟ یعنی باید ما در تقوای سیاسی هم رعایت بکنیم. پس این یکی از شاخه هاست. شاخصه بعدی، خیلی ممنون. فکر می‌کنم شاخصه بعدی رو بذاریم توی برنامه بعدی. ان شاءالله. دست شما درد نکنه. فقط فرمودین بیانیه گام دوم و تمدن نوین اسلامی که از تا فرمودن خودشون هم 5 مرحله ذکر کردن برای رسیدن به اون. آره که داشتن فکر می‌کردم همه اینا که فرمودین جزء همین مراحل میشه، تشکیل جامعه اسلامی، تشکیل دولت اسلامی که اگه این اتفاق بیفته اینا تشکیل میشه و ما سریعتر میرسیم به هدف. خدا خیرتون بده. عوامل ندارید. این فرمایشات خود حضرت آقا دقیقاً حالا میشه مثل آقای قرائتی کتابی نوشت مستندات قرآنی همین بیانیه گام دوم. یعنی گفت اگه این نکته که حضرت آقا گفته بر اساس اینه، یعنی عملاً برمیگرده که ما از قرآن اطرد و نائب عام اگر تمسک به دستورات داشته باشیم یعنی میشیم یه جامعه منتظر ان شاء الله. خیلی ممنونم. اجرتون بسته حجت. گواهی سلامت بشه. فرمودن ابتدای فرمایشاتشون که از حجت تشبیه شدن به خورشید و آفتاب. عرض میکنم تا بنده نشویم تا بنده نمی آید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا حق. خداحافظ.